که آماده کردم و میتونید حدس بزنی برای چه غذایی هست. البته که همه خانمای خونه اینا میدونن. کوفته ریزه، اندازه 400 گرم گوشت چرخ کرده، 4 عدد گوجه فرنگی که اومدم رندشون کردم، ادویه جاد، زردچوبه و دارچین 1 قاشق، نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز به اندازه لازم، سبزی جعفری و گیشنیز که خشک شده به اندازه 2 قاشق، نعنا خشک 1 قاشق، ربع گوجه فرنگی به اندازه 1 قاشق، روغن 2 قاشق و پیازم که 1 عدد هست به صورت مربعی خودشون کردم و 3 عددم سیب زمینی که به صورت مربعی خودشون کردم. پیازا رو داخل قابلمه میریزیم و روغنم بهش اضافه میکنیم و تفتشون میدیم. زردچوبه و دارچین، فلفل سیاه و فلفل قرمز رو به پیازامون اضافه کردیم و تفتشون میدیم. ربع گوجه فرنگی رو داخل قابلمه میریزیم و تفتش میدیم. سیب زمینی رو اضافه میکنیم. گوجه رنده شده رو بهش اضافه میکنیم. و به این موادمون اضافه میکنیم. و درش رو میذاریم که به جوش بیاد. پیازا رو که رندشون کردم آبشون رو گرفتم و داخل گوشتا میریزم و ورزشون میدم. بعد از اون سبزی گیشنیز و جعفری رو بهش اضافه میکنم. سبزی نعنا خشکم بهش اضافه میکنم و ورزشون میدم. گوشتا رو گردشون کردم و یکی یکی داخل قابلمه میریزم. آروم همش میزنم. غذای ما آماده است. ساسیا رو یادتون نره. غذا بهم چشمک میزنه. برم بخورم.